نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداءً ربط سوره مبارکه سبا با سوره احزاب و سوره های گذشته. اصل در سوره سجده که الان ما خواندیم موضوع محوری سوره چی بود؟ ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع. دربار الله عزوجل هیچ کسی که شفاعت شفیع غالب باشد و بالوجاهه شفاعت بکند وجود ندارد. بعد از اون در سوره سبا خواندیم، در سوره احزاب، که فرزندان متبنای شما با فرزند خواندن فرزند نمیشن. شما بگو این فرزند ماست، با این ادعا اونا فرزند نمیشن. همچنین کسانی را که به عنوان شفیع میخوانید، با شفیع خواندن اونها شفیع نمیشن. هرچه شما بگین نمیشه. پس حال در این سوره میخوانیم که انبیا و ملائکه و جنات که مشرکان آنها را میخوانند، اونها نمیتونه شفیع در روز قیامت برای این مشرکان باشند. چون در این سوره مبارکه ذکر قوم سبا می آید، این سوره مسمى با سبا هست. در این سوره مبارکه هم دلایل عقلی میخوانیم و هم دلایل نقلی. ابتدا مدعای سوره الحمدلله. این نکته را هم خدمت شما عرض کردم که طبق خلاصه گویی که شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله دارند، در ابتدا گفتم، چند بار تکرارم کردم، قرآن را به 4 قسمت تقسیم میکنه. هر 4 قسمتش با الحمدلله است. بخش اول از الحمدلله رب العالمین فاتحه است تا سوره انعام، که در این بخش بحث خالقیت است. خالق فقط الله عزوجل. از الحمدلله الذی سوره انعام شروع میشه تا سوره کهف. در این بخش بحث ربوبیت است. یعنی بعد از اینکه شما را آفرید، شما را کم کم به درجه تکمیل هم برد و رسوند. از سوره مبارکه کهف الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب تا اینجا تا سوره مبارکه سبا بحث مالکیت است. مالک و پادشاه مطلق هم او هست. و از سوره سبا تا پایان قرآن مجید بحث این هست که وقتی که خدا مالک هست، هیچ کسی نمیتواند در دربار او شفاعت غالب داشته باشد. و همونطور که در این دنیا مالک است، در اون دنیا هم مالک. چون بعد از این سوره ها که این سوره های توحیدی از اینجا شروع میشه تا پایان حوامیم، بعد از اون سوره قاف شروع میشه تا آخر بحث قیامت است، تا آخر قرآن مجید. پس در این بخش آخر قرآن مجید این بحث است که هیچ کسی در دربار الله عزوجل شفیع غالب نیست،
و همچنین در آخرت او مالک هست، اونجا هم شفاعت هیچ کسی از این خدایانی که شما به اونها اعتقاد دارید شفاعتشون اعتباری و ارزشی ندارد. پس این بخش چهارم قرآن مجید است که از اینجا شروع میشه. الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. الله می فرماید تمام تعریف و ستایش، تمام تعریف و ستایش مر اللهی. عرض کردم که مراد از الحمد این الف لام عهدی هست، هر تعریف مراد نیست، اون تعریفاتی که یختص بذاته سبحانه و تعالی، مثل خالقیت، مالکیت، نافع و ضار بودن، غیبدان بودن و مشکل کشا، حاجت روا. این صفاتی که الوهیت را ثابت می کنند، این صفات اختصاص دارند به الله. الذي له ما في السماوات و ما في الارض. آن اللهی که برای اوست تمام تصرفاتی که در آسمان ها و زمین هستند. و له الحمد فی الاخره. فقط و فقط برای اوست حمد در آخرت، در دنیا هم برای اوست. یعنی کما انه المحمود فی الدنیا فهو المحمود فی الاخره. همان گونه که در دنیا حمد او میشه، در آخرت هم حمد او میشه. و هو المالک للآخره کما انه المالک للأولی. مالک آخرت اون است چنانچه مالک دنیا هم اون است. لذا الله می فرماید وله الحمد فی الاخره و هو الحکیم الخبیر. این علت است. چرا؟ چون اون هو الحکیم بفعله الخبیر بخلقه. هر کاری میکند حکمت در کارهایش هست و نسبت به تمام مخلوقاتش خبر دارد. لذا بیان قدرت او تعالی. یعلم ما یلج فی الارض. الله میداند آنچه که وارد میشه در زمین، و ما یخرج منها، آنچه که از زمین خارج میشه. ببین از آسمان چی میاد؟ زمین، باران میاد. و آنچه که از زمین خارج میشه نباتات. و ما ینزل من السماء، آنچه که از آسمان فرود میاد. و ما یعرج فیها، آنچه که به سوی آسمان عروج میکند. از آسمان چی فرود میاد؟ باران میاد. دیگه فرشته میاد. از زمین به آسمان فرشته ها میرند، اعمال شما میرند، دعای انسان های صالح میره، این دعاها و مناجات شما میره. پس اون چی که میاد، اون چی که میره، اینا را کی میدونه؟ الله. غیر از الله هیچ کسی نمیدونه. و هو الرحیم الغفور. اون ذاتی است مهربان و بخشاینده برای کسی که در وجودش انابت داشته باشه. اما زجر و توبیخ بر کافر، انسان منکر، این همه دلائل باز هم تسلیم نمیشه. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. کفار میگویند، کفار گفتند قیامت نمیآید، قیامت برای ما نمیاد. قل بلا و ربی لتأتینکم. این جواب اونهاست، اما جواب مؤکد. سوگند به رب من، قسم به رب من، لتأتینکم، واو قسمی است. قسم به رب من حتما می آید. عالم الغیب، این صفت ربی هست. سوگند به رب من، اون ربی که داننده غیب هست. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والارض ولا في الارض. غائب نیست از آن به اندازه یک ذره مثقال در آسمان ها و زمین. یعنی هیچ چیزی از الله مخفی نیست. عالم به صورت کامل عالم است. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر.
نه خردتر و کوچکتر از این، نه بزرگتر، الا فی کتاب مبین، مگر در لوح محفوظ همه ثبت همه اعمال شما. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این متعلق لتأتینکم هست. قل بلا و ربی لتأتینکم، سوگند به پروردگار من که قیامت می آید. می آید چرا؟ لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بشارت است. قیامت می آید، قیامت برپا میشه تا که پاداش بده آنهایی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. اولئک لهم مغفرة و رزق کریم. الله می فرماید این انسان ها برایشان مغفرت است و رزق معزز است. رزق معزز، رزق خوب است. اما اینها منیبین بودند، اینها مؤمنین بودند. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، آنهایی که تلاش میکنند در آیات ما، فی آیاتنا یعنی فی ابطال آیات، سعی میکنند آیات ما را بی اثر بکنند. معاجزین، در حالی که به گمان خودشان عاجز کنندگان هستند. این انسان ها اولئک لهم عذاب من رجز علیم، برای اینها عذابی هست. رجز هم معنی عذاب را داره، اینجا دیگه به معنی بلا بکنید که عذابی هست از بلایی دردناک، از گرفتی بسیار دردناک. و یرى الذین اوتوا العلم، اینجا خدای عزوجل دلیل نقلی بیان می فرماید. از اوتوا العلم، مراد از اوتوا العلم علمای اهل کتاب، البته اون علمایی که ایمان آوردند، عبدالله ابن سلام، اصحابه، تلامذته، بقیه علمایی که اطراف نجاشی بودند، احبار، رهبان، قسیسین. یرا به معنی یعلم هست، میدانند کسانی که علم داده شدند. الذی انزل الیک من ربک، این کتابی که از سوی پروردگارت نازل شده، هو الحق، این حق است. میدانند که این چی است؟ حق است، یعنی از جانب رب است. و یهدی الی صراط العزیز الحمید، و آنان میدانند که راهنمایی میکند به سوی صراط اون ذاتی که غالب است و ستوده شده است. لذا اونها میدانند. مشرکین جاهل قبول نمیکنند، نمیدانند و نمیدانند قبول نمیکنند، بماند که چه مسخره میکنند حامل این دین را، پیامبر این دین را. و قال الذین کفروا، این سرزنش است، زجر است به گفته اونها، این همون زجر قولی خدمت شما عرض کردم. و قال الذین کفروا، کفار گفتند، هل به هم دیگه، هل ندلکم علی رجل ینبئکم، آیا ما شما را راهنمایی بکنیم و نشان بدهیم مردی را که ینبئکم، به شما خبر میده، یعنی به شما بگیم درباره مردی که چی میگه. مراد از مرد رسول الله است. ینبئکم، به شما میگه اذا مزقتم کل ممزق، وقتی که تکه تکه شدید، کل ممزق به صورت کمال، تکه تکه شدن، یعنی میگه وقتی که بمیرید تو قبرها پوسیده بشید، تکه تکه بشید، دوباره پیدا میشید، دوباره خلق میشید. چه چیز بعیدی میگه. مشرکینی نمیگفتند آیا راهنمایی کنیم شما را، آیا نشون بدیم اون مردی را که ینبئکم، به شما خبر میده، به شما میگه اذا مزقتم کل ممزق، هرگاه تکه تکه شدید کاملا، انکم لفی خلق جدید، شما در خلق و در پیدایش جدید خواهید بود، یعنی مجددا پیدا میشید. چنین فردی چنین ادعایی دارد. افترا علی الله کذبا ام به جنه، افترا اصلش بوده افترا،
آیا این بر خدا افترا میگه یا اینکه جنون داره خودش؟ این زجر قولی اونهاست، به اصطلاح شکوه زجر قولی اونهاست. الله عزوجل پاسخ میده. الله میفرماید بل الذین لا یؤمنون بالآخرة، بلکه حقیقت این کسانی که نسبت به آخرت ایمان ندارند، فی العذاب والضلال البعید، در عذاب الهی میمانند و در گمراهی بدور از حق، با فاصله از حق. افلم یروا الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض، این تخویف دنیوی هست. بازم آیا نمی بینن جلویشون را، پشتشون را، از آسمان و زمین همه مخلوقات بزرگ ما که در اختیار و در تصرف ماست، از هر طرف اینا را احاطه کرده. زیر پا زمین، بالای سر آسمان بزرگ. اگر خدا بخواهد، خدایی که زمین و آسمان را در اختیار دارد، راحت اینها را پودر میکنه. ان نشأ نخسف بهم الارض، اگر ما بخوایم اینها را در زمین فرو میبریم. او نسقط علیهم کسفا من السماء، یا تکی از آسمان میاندازیم، ساقط میکنیم. یک تکی بیفته برای نابودی کل زمین کافی است. ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب، در این دلائل آیه و نشانی هست برای هر انسانی که در وجودش انابت باشد، هر عبدی که در وجودش انابت داشت. خب بعد از این الله عزوجل، بعد از این که دلائل بر اثبات قیامت بیان شد، دلیل از انبیاء سابقین، از پیامبران گذشته، نعمتهایی که خدا به اونها داد و تبلیغ و فعالیتی که اونها کردند. ولقد آتینا داوود منا فضلا، و همچنین این جواب شبهه هست. جواب شبهه اینه که عرض به خدمت شما، داوود علیه السلام چه قدرتی داشت، قدرت مافوق الاسباب. داوود علیه السلام هم آهن را موم میکرد به اصطلاح، و هم ایشون با پرندگان سخن میگفت و با پرندگان هم نوا و هم صدا و هم آهنگ ترانه میخواند، ترانه پروردگار را، ذکر رب را. کوها برش مسخر بودند. و اینا قدرت های بالایی هستند. الله عزوجل در اینجا در پاسخ میفرماید که ما به داوود دادیم، ما به داوود عطا کردیم. الله میفرماید ولقد آتینا داوود منا فضلا، همانا ما دادیم داوود را از جانب خودمان فضلی دادیم، فضیلت دادیم. این برتری را ما به داوود دادیم و گفتیم، دستور دادیم به کوها یا جبال اوبی معه و الطیر، ای کوها هم صدا بشید، هم نوا بشید با داوود، و الطیر، و همچنین ای پرندگان. واقعا کودنن، نفهمند اون انسان هایی که از معجزات برای الوهیت غیر الله استنباط میکنند. میگه عیسی مرده زنده میکرد، پیامبر شق قمر کرد. پس پیامبر که ماه را با این بزرگی وقتی که شق کرد، این پیامبر نمیتونه در رزق من برکت بده؟ چرا نمیتونه؟ لذا از آیاتی که معجزات هستند، از اینها استنباط کردن بر الوهیت غیر الله، بر قدرت غیر الله. الله میگه همه چیز را ما دادیم، هر جا که معجزه است، معجزه به دست الله است. اما این هم صدا شدن کوها به چه معنا هست؟ این بگیم اینطور که داود میرد ذکر میکرد، کوها هم
اونطوری که شأنشون بود ذکر میکردن، به این معنی باشه که این معجزه داود نمیشه. من شما بریم تو کوه الله الله بکنیم، قطعا کوه هم الله الله میکنه، قبل از ما، بعد از ما، همزمان با ما. اونا همیشه تسبیح الله را میگن و این من شیء الا یسبح بحمده. اما اینکه با داوود میخواندند هم پرندگان هم کوه، به زبان حال نیست، به زبان قال است. خواندنی که الان ما نمیشنویم اون خواندن را، خواندن غیر معتاد، خواندن معتاد و عادی نه. یعنی وقتی که داود علیه السلام اونطوری که از قرآن هم معلوم میشه، از روایت معلوم میشه، صوت بسیار زیبایی داشت، صدای بسیار زیبایی داشت و میرفت تو کوه با یک آهنگ خاصی الله را یاد میکرد. چنان یاد میکرد که کوه هم شروع میکرد هم صدا و هم نوا و هم آهنگ با داود میشد. پرندگان بالای سرش هی میچرخیدند و اونها هم میخواندند، ترانه رب خودشون را میخواندند. اذا الله میفرماید ولقد آتینا داوود منا فضلا، ما به داوود از جانب خودمان فضیلت بخشیدیم. یا جبال اوبی معه والطیر، ای و قلنا، ما به کوها دستور دادیم ای کوها اوبی، هم صدا بشید هم نوا بشید همراه با او، والطیر یعنی مع الطیر، یک معنی یک ترکیبی گفتن و به معنی مع است، و بعضی گفتن و سخرنا الطیر، ما پرنده را هم مسخر کردیم، در اختیار گذاشتیم، اونم باش هم صدا بود. و النا له الحدید، الله می فرماید ما نرم کردیم برای او آهن را موم کردیم. چطور موم کردیم؟ میگویند که آهن را شما در آتش بذارید ذوب میشه. دستان داود را الله عزوجل چنان قدرتی داده بود که بدون گذاشتن آهن در آتش با دستان داود نرم بود و به هر صورتی که داود میخواست میگردند آهن را. ان اعمل سابغات، مبنی بر این که ای داود اعمل سابغات، شما زره های فراخ و کشاد درست کن. اعمل سابغات، سابغات یعنی کوامل، تامات، واسعات، زره کامل و تام و واسع. داود علیه السلام و سلیمان علیه السلام پدر و پسر هم نبی بودند، هم پادشاه بودند، هم اهل هنر بودند. حتی داود علیه السلام معاشش و ارتزاقش از همین طریق بود. زره درست میکرد میفروخت، بخشی را هزینه خودش میکرد، بخشی را صرف فقرا و مستمندان میکرد و یک نظم خاصی برای عبادت داشت، یک وقت خاصی برای ذکر و یاد حق داشت. گاهی خلوت میکرد، تنها میرفت. همین روزها که فکر میکنم میبینم که هر انسانی واقعا نیاز به خلوت دارد، نیاز به مناجات دارد. انبیاء گذشته هم این خلوت ها را داشتن با پروردگارشان، هم قبل از بعثت هم بعد از بعثت. رسول مکرم صلی الله علیه وسلم قبل از بعثت هم به غار حرا می رفت، بعد از بعثت هم رفت. موسی کلیم به کوه طور رفت، 40 روز با پروردگار خودش خلوت کرد، در حالی که هم روزه بود و هم تورات را دریافت کرد. لذا انسان واقعا نیاز دارد برای روح و روان خودش نیاز دارد گاهی خلوت بکند. اما اون خلوت و رهبانیتی که در مسیحیت و ادیان گذشته بود، اسلام او را منسوخ کرد. اینکه انسان برای مدتی، برای زمان طولانی از جامعه فاصله بگیره و بره و فقط به فکر خودش باشه، این اسلام منع کرد. اسلام دین اجتماعی هست، آحاد و افرادش باید
اجتماعی باشند، درد بخور همه باشند. اما در همین اسلام که فکر میکنیم خلوتهایی هست، مثل همین اعتکاف. اعتکاف یکی از همین موارد است که انسان برای مدتی مثل موسی علیه السلام با زبان روزه با ربش تنها مناجات میکرد، انسان باید مناجات بکنه. لذا در این اعتکاف هم عبادت از کنم که اجتماعی خوبه، اما عبادت انفرادی هم بسیار میزیبد، میچسبد، لازم هست برای تقویت روح و روان انسان. لذا همیشه با هم جلسه داشته نباشید، سعی کنید که بخشی از اعتکافتون را تنها باشید، با پروردگار خلوت داشته باشید. داود علیه السلام برای این خلوت می رفت. الله می فرماید که ان اعمل سابغات، این نظم داود را داشتم می گفتم، هم یک لحظه‌ای برای عبادت پروردگار خودش خلوت می کرد، لحظه‌ای برای زن و فرزند و رسیدگی به اونها بود، یه لحظه برای قضاوت و داوری بود. کارهایش تقسیم بود. انبیا از همه منظمتر هستند. لذا کسانی که امور اجتماعی مشغول هستند نظم داشته باشند. انبیا بهترین الگو هستند. و قدر فی السرد، فرمود که حلقه هایش را اندازه کن. سرد در واقع اون غالب حلقه ها هست، اینها را اندازه بکن. و اعملوا صالحا، عمل صالح هم انجام بدید. ببینید و قدر فی السرد نوشته والمعنى اقتصد فی نسج الدروع، در بافت زره اندازه را رعایت کن، میانه روی کن، زیاد بزرگ نباشه، زیاد کوچک و تنگ نباشه. بحیث تتناسب حلقها، که حلقه هایش چی باشد؟ مناسب باشد، مناسب خود عرض کنم که زره باشد. و عملوا صالحا، و عمل صالح انجام بده. منظور اینه که شما برای کسب و کار آفریده نشدید شب و روز برو کار کن، برو درآمد داشته باش. این نیازت است، به قدر نیاز این کار را بکن، اما هدف اصلی عمل صالح است. ای لستم مخلوقین الا للعمل الصالح ما عملوا ذلك و اکثر منه والکسب قدروا فيه، یعنی به اندازه کسب هم کسب بکنید، اما اصل عمل صالح. ببین بعد از کسب عمل صالح را انجام آورده که یه وقتی با کسب و کار انسان از عمل غافل نشه. انی بما تعملون بصیر، بدون شک من به آنچه که شما عمل میکنید بینا هستم. ولسلیمان الریح غدوها، بعد از داود برای سلیمان هم مسخر کردیم. ولسلیمان ای سخرنا لسلیمان الریح بادرا، که غدوها شهر و رواحها شهر، صبحش به اندازه یک ماه بود و غروبش به اندازه یا بعد از ظهرش به اندازه یک ماه بود. منظور چیه؟ منظور اینه که مسافت یک ماه را به وسیله باد در یک صبح طی می کرد. مسافت یک ماه را به اندازه یک بعد از ظهر، یک غروب، یک بیگاه چی می کرد؟ طی می کرد. سلیمان علیه السلام تخت مخصوصی داشت، بر او تخت می نشست، تمام افراد و ارکان سلطنت می نشستند، تمام کسانی که باید با ایشون همراه می شدند می نشستند. حال به بعد دستور می داد اینها را می برد، بلاد می رفت، مناطق می رفت، به امور رسیدگی می کرد، تبلیغ می کرد، مردم را ارشاد می کرد. خداوند باد را در اختیارش گذاشته بود. لذا الله می فرماید ولسلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر، یعنی صبحش یک ماه بود، غروبش یک ماه بود. و اسلنا له عین القطر، ما برای او جاری کردیم. چرا؟ عین القطر، چشمه
مثل گداخته شده یا سرب گداخته شده و ذوب شده را، یعنی همونطور که برای داود علیه السلام الله تعالی آهن را موم کرد و نرم کرد، برای سلیمان علیه السلام هم رب العالمین چشمه‌ای از فلز ذوب شده و گداخته شده در اختیارش گذاشت که چشمه آب تولید میکنه، آب صادر میکنه. اون چشمه به خاطر ساخت و ساز، به خاطر مسائل بنایی، به خاطر اصلاح حکومت و مصالح حکومت، اون چشمه بجای آب چی میداد؟ فلز ذوب شده. چنانچه علامه خازن گفته اذاب الله لسلیمان النحاس کما الان لداود الحدید. الله عزوجل برای سلیمان فلز ذوب شده و سرب را چنان ذوب کرد چنانچه برای داود آهن را نرم کرد. پس و اصلنا له عین القطر و من الجن من یعمل بین یدیه ای و سخرنا من الجن. بعضی از جنات را هم مسخر کردیم برای سلیمان، اونهایی که کار میکردن جلویش به اذن رب، اما به اذن تسخیری رب اونها را مسخر کرده بود، رب در اختیار سلیمان گذاشته بود. لذا الله می فرماید و من یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر. هر کسی کجروی می کرد، زیغ به معنی چی هست؟ کجروی، یعنی از جنات هر یکی که کج می رفت تمرد و نافرمانی می کرد، خدا می فرماید ما می زدیم او را عذاب می دادیم. و من یزغ منهم عن امرنا، هر کسی کجروی می کرد از آنان از امر ما، نذقه من عذاب السعیر، ما اون را از عذاب آتش می چشانید. چه کار می کردن جنات؟ چه کاری؟ چه عملی؟ یعملون له ما یشاء من محاریب. برای سلیمان کار می کردند هر چی می خواست من محاریب. محاریب جمع محراب است. محراب به معنی عبادت خانه، اتاقک های برای عبادت می ساختند، عبادت خانه می ساختند. هر مجاوری، هر کسی زاهدی عابدی تونها می رفت تنها خدایش را عبادت می کرد، خلوت می کرد. و تماثیل، و همچنین برای سلیمان علیه السلام تماثیل درست می کردن. تماثیل یعنی چی؟ تماثیل جمع تمثال است. تمثال از نظر لغت عربی به مجسمه می گویند. مجسمه درست می کرد؟ چرا؟ آیا مگر تصویر و مجسمه و بت در همه ادیان ممنوع نیست؟ بعضی گفتن منظور از تماثیل تابلوهایی که سلیمان علیه السلام، تابلوهای زیبا و قشنگی که سلیمان علیه السلام اونها را می فروخت، مناظر زیبا. چنانچه تفسیر کبیر نوشته المحاریب اشارت الى الابنیه الرفیع، محراب به بناهای بلند میگند. و التماثیل ما یکون فیها من النقوش، هر چی که توش نقش و نگار باشه. حتی همین محراب را وقتی درست میکرد، ساختمان را، نقوشی بر دیوارش، منظور دکورش را بسیار زیبا قرار میداد. تابلوهای بر روی دیوارها هم درست میکردن. بعضی این را گفتن. اما حضرت شیخ رحمه الله، شیخ حسین علی معتقد است که مراد از تماثیل جمع تمثال است، مراد تخت خواب است. چیه؟ تخت خواب. یعنی هم ساختمان درست میکرد، هم تخت خواب درست میکردند جنات. به چه دلیل؟ چون که از در بعضی روایت هاست ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماید نزلت عن المثال، از تخت آمدم پایین. نزلت عن المثال، ایشون میفرمایند که
تخت را هم تمثال میگویند در زبان عربی، به دلیل اینکه مجسمه تمثال هم قد انسان است، نه به اندازه انسان درستش میکنند. تخت هم قد انسان است. تخت خوابی که برای شما درست بکنن به اندازه قد شما درست میکنن، درسته یا نه؟ به این خاطر اینا هر دو وجه چی دارن؟ وجه اشتراک دارن. بله، اما تو لغت نیامده که به تخت تمثال بگم غیر از همون روایتی که از ام المؤمنین است. پس جنات برای او یا تابلو درست میکردند یا روی دیوارها نقش و نقوش درست میکردند، نقش و نگار میکردند، یا تخت خواب. و جفان کالجواب، جفنه میگن کاسه بزرگ را، ظرف بزرگ را، که این کاسه هایی که تو اونها غذا میریختن تا مردم بخورن به اندازه حوض بود. کالجواب جمع جابیه هست، جابیه حوض چرا میگند؟ خب وقتی که کاسهش به اندازه حوض بود پس دیگش اندازه بود. و قدور راسیات، دیگهای ثابت، یعنی دیگها به این اندازه نبود که منتقل بشه از اینجا به اونجا ببرند، ثابت بود دیگه، اونا قابل انتقال نبود. لذا الله عزوجل همه این نعمتها را به آل داود یعنی به سلیمان داد، به خود داود داد. اعملوا آل داود شکر، این فرایض سلیمانی هست، تلقین شکر در مقابل این نعمتها. ای آل داود شکر بکنید. اما ببینید نگفته که شکر بگویید، عمل کنید. منظور اینه که شکر عملی در کار است. اعملوا آل داود شکرا، یعنی عمل کنید، خدا را سجده کنید، طاعت و بندگی کنید به منظور شکر، لاجل شکر. پس شکر یک نوعش زبانی هست، اصل شکر چیه؟ عملی است، که شما نماز بخوان، روزه بگیر، طاعت و بندگی کن، این شکر اصلی رب العالمین. اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور، اما بندگان من که شکورن، قدردانن، سپاسگزارن، بسیار اندکند، کمند اونها که همیشه شاکر باشند. بالاخره سلیمان علیه السلام کار ساخت و ساز را از جنات می گرفت. بیت المقدس را داشتن بنا می کردن، اونم عبادت خانه بزرگ بود. سلیمان علیه السلام خودش یک محراب خصوصی داشت، یعنی یک اتاقک و عبادت خانه خاص داشت که گفتم مفسرین در شیشه‌ای بود. تو همون عبادت خانهش نشسته بود و جنات را نظاره میکرد، تماشا میکرد که کار میکردن. چون جنات میدونید گاهی جنات ناراحت هم میشند ولی تمرد تو اونها غالب است، سرکشی تو اونها چی هست؟ غالب هست. اگر به حال خود رها بشند هر کاری میکنند، هر تمردی میکنند. سلیمان علیه السلام اونا را تحت کنترل داشت و هر جا ناظر بود، تا اینکه سلیمان علیه السلام همونطور که نگاه میکرد اجلش فرا رسید. همونطور که عصا زنان بود و بر عصا تکیه بود و نشسته بود و جنات را نظاره میکرد، داشتن مسجد الاقصی را درست میکردند، روح سلیمان پرواز کرد. اما در فاصله چند متری جنات نمیدونستن سلیمان فوت کرده. جنات شب و روز کار میکردن بکوب که سلیمان ما را میبیند. سلیمان دیر وقتی جان به جان آفرین تسلیم کرده، فقط دکورش مونده و طول کشید. مفسرین میگند والله اعلم 1 سال طول کشید که جنات همش مشغول و سلیمان همینطور گویا داره اونا رو تماشا میکنه، تا اینکه موریانه
عصای سلیمان را از پایین خورد. موریانه چون عصا را تمام بکند سالی طول میکشه. بالاخره عصا شکست و سلیمان افتاد. این زمان کار هم تمام شد، کار مسجد هم تمام شد. الله مقدر کرده بود که اینها تا آخر کارشون را انجام بدن. آمدن دیدن خیلی وقت سلیمان مرده، سلیمان فوت کرده. لذا برای اونها هم مشخص شد که ما غیب نمیدانیم. الله می فرماید این یکی از بهترین دلایل و آیات است که جن غیب نمیداند. الله می فرماید فلما قضینا علیه الموت، زمانی که ما فیصله کردیم، ای اوقعنا القضاء، ما قضا را واقع کردیم بر سلیمان، موت را مقدر کردیم. ما دلهم علی موته، راهنمایی نکرد بر موت سلیمان جنات را، الا دابت الارض، مگر دابت الارض یعنی موریانه، تأکل من سأته، که میخورد عصایش را. فلما خر، زمانی که سلیمان افتاد به زمین، تبینت الجن، روشن شد برای جنات، واضح شد برای جنات که لو کانوا یعلمون الغیب، یعنی دریافتن جنات دریافتن که اگر غیب میدانستند، ما لبثوا فی العذاب المهین، در این عذاب ذلت بار و در این کار سخت این همه سال نمی ماندند. فهمیدن که اینا غیب نمیدونند که چند متری متوجه نیستند این بنده خدا روحش پرواز کرده. بالاخره الله عزوجل این گونه داود را و سلیمان علیه السلام را نعمت داد. پس این نعمت ها دلیل الوهیت اونها نیست، اینها را ما بهشون دادیم. الان ناله الحدید، آتینا داود و سلیمان الى آخره. و بعد در عوض خدا بهشون گفت اعملوا آل داود شکرا. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين و شمال. اینجا ذکر قوم سبا هست. سبا نام پادشاه اول کشور یمن هست، نام پادشاه هست و بعضی گفتند به خاطر نام پادشاه نام ملک هم شده، نام کشور هم شده، نام منطقه ببخشید کشور نه. به هر حال سبا ابن یشجب ابن قحطان از پادشاهان بزرگ یمن بود. چون به نام سبا مشهور شد، فرزندان زیادی 10 تا پسر داشت که این فرزندانش چه کار میکردند؟ تمام امور را، زمام را به دست گرفته بودند. قوم سبا الله عزوجل البته یکی از پدران اونها به نام عمرو معدی کرب بود که قبلا خدمت شما من در رابطه با اون عرض کردم. این خیلی فتوحات هم داشت. حتی مدینه طیبه وقتی که رفت، به مدینه که رسید اونجا یهود گفت، اینجا یهودی ها علماء یهود بهش گفتند که اینجا فساد نکن، این شهری هست که نبی خاتم میاد. این اندکی قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. اینجا نبی خاتم هجرت میکنند و مأوای او هست، اینجا کاری نکن. این متأثر شد از تبلیغ یهود. بعد به فرزندان خودش اسعد معدی کرب یا سعد معدی کرب، امر نه، سعد معدی کرب یا اسعد معدی کرب، هر دو نام آمده. به فرزندانش گفت که فرزندان من به این پیغمبر ایمان آوردم، اگر بیاد میرم در کنارش قرار میگیرم و نصرتش میکنم، اما اگر در زمان من نیامد و زمان شما آمد، شما او را یاری کنید، شما او را نصرت کنید. اما متاسفانه فرزندان این خراب شدند و برای اونها عذاب آمد.
ابتدا الله عزوجل نعمتها را ذکر می فرماید. ملک سبا چنان ملکی بود که اونجا یک صد هم بود. صد را میگن بلقیس درست کرده بود، بعضی میگن قبل از بلقیس یا بلقیس سیل العرم اون صد را درست کرده بودن. به سبب اون صد عرض کنم که هنوزم هست صد معارب، بسیار باغات زیبایی داشت، باغات خوبی داشت و جنتین. الله فرموده دو تا باغ منظور دو عدد نیست، بلکه دو طرف مسیر، دو طرف جاده، دو طرف راه باغ بود. به این معنی هست که وقتی که می رفتی هم راست هم چپ همش باغ بود تا منطقه دیگر که منطقه را مشخص میکنیم کجاست. لذا الله عزوجل می فرماید که چنین ملکی داشتن. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیة، برای قوم سبع در مسکنشان نشانه بود. جنتان عن یمین و شمال، دو تا باغ یعنی راست و چپ، راست و چپ مسیر. به آنان گفتیم کلوا من رزق ربکم، بخورید رزق روزی پروردگارتان را، واشکروا له، و شاکر و سپاسگزار الله باشید. بلدة طیبة و رب غفور، ای هذه بلدة، این شهر زیبایی الله به شما داده، چه نعمت ها و امکانات رفاهی الله به شما داده، و رب غفور، رب غفوری هم دارید. این می طلبد که شما چیکار کنید؟ شکر او را بکنید. هم بلدتون طیبه دارید، هم رب غفور دارید. فاعرضوا، الله می فرماید اینا اعراض کردند، روی گردانی کردند، به جای اطاعت عناد کردند. فارسلنا علیهم سیل العرم، ما سیل عرم را بر اونها فرستادیم، صد شکست، سیل جاری شد. و بدلناهم بجنتیهم جنتین، این سیل آمد هر چی که باغ بود، البته ناسپاسی کردن، ناسپاسیشون را میخوانیم، هر چی که باغ بود همه را از بین برد، یک بیابانی ماند. آخر مقداری فقط شورگز بود، گز به اصطلاح شورگز بود، و مقداری درخت سدر، درخت کنر باقی ماند، دیگه هیچ چی نبود. الله می فرماید که این هر دو تا بیابانی هستند. الله می فرماید و بدلناهم بجنتیهم جنتین، ما تبدیل کردیم به جای دو نوع باغشان دو نوع باغ دیگر. ذواتی اکل خمط، دارای خوردنی ها و خوراکی های بدطعم بدمزه، خمط یعنی تلخ بدمزه، و اثل، و همچنین باقی من برای اونها شورگز، و شیء من صدر قلیل، اندکی درخت صدر و کنر، دیگه چیزی نماند. چرا خدا همه را از اونا گرفت؟ دلیل عذاب. ذالک جزیناهم بما کفروا، این جزا را ما به اونها دادیم به سبب اینکه کفر کردن، به سبب کفرشان. و هل نجازی الا الکفور، ما جزا نمیدیم، پاداش نمیدیم مگر انسانهای ناسپاس را، کفور را. الله عزوجل نعمت دیگر بر اهل سبا ذکر میکنه. همون زمانی که خدا به اینها باغ داده بود، اینا وقتی که مسافتی را از شهری به شهری طی می‌کردند، در وسط همش باغات بود، همش سایه بود، همش آب زلال و خنک، همش میوه بسیار خوب که اینا اصلا نمیدونستند خستگی یعنی چه، نمیدونستند سفر یعنی چه، چون اصلا احساس نمیکردند. اینجا همش تو سایه، اونجا میرفتی آب، اونجا میرفتی میوه، گویا یه تفریحی بود. لذا این بیچاره چطور ناسپاسی، گفته این چه درد میخوره.
ما میخوایم از این شهر به اون شهر بریم، اصلا نه خستگی را میدونیم، نه گرسنگی را میدونیم، نه تشنگی را میدونیم. حداقل مسافت طوری باشه، این بلاد ما طوری باشه که آدم تا اونجا بره خسته بشه، تشنه بشه، گرسنه بشه، تا چیزی میخوره بچسبه. دلشون میخواست یه سفری باشه که مقداری براشون رنج هم داشته باشه. این است ناسپاسی، ناشاکری. الله عزوجل همه را از بین برد. پس اونها گفتند که الله میفرماید وجعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها، ما قرار دادیم بین آنان و بین قریه هایی که برکت گذاشتیم در آن قریه ها. ببینید التي بارکنا فیها بیشتر در قرآن مجید آمده برای سرزمین شام این کلمه استفاده میشه، این واژه. چندین جا دیگه خواندیم الذی بارکنا حوله درباره شام هست، برکات ارض مقدسه هم شام هست، برکات سرزمین برکات شام هست. معناش این میشه که ما بین یمن و بین قریه های شام التي بارکنا فیها که برکت انداختیم، بین اینها قرار داده بودیم چی؟ قرى ظاهرة، قریه های زیاد ظاهر آشکار، یعنی سر راه که همش درخت و باغ بود. حال اشکال اینجاست که وقتی که از نظر جغرافیایی نگاه میکنی، از نظر نقشه نگاه میکنی، در این منطقه همش بیابان است و ریگستان است و اثری از آبادی نیست، مسافت بسیار طولانی، هیچ اثری از آبادی نیست. چطور بین اینها؟ عرض کردم اکثر مفسران معتقدند که مراد از این شام هست. ببینید آلوسی چه نوشته؟ والمراد بالقرى التي بورك فيها قرى الشام التي بارکنا فيها، این قریه هایی که برکت دارن شام هست. و ذالک، چطور برکتش چیه؟ بکثرت اشجارها و اثمارها و التوسعه علی اهلها. شام برکت دارد، گرچه امروز ظالمان را الله عزوجل نابود بکنه، برکاتش را بردند، باغاتش را خراب کردند، شهرهایش را ویران کردند، مردمش را آواره کردند. اما آلوسی میگه بکثرت اشجارها، درختانش زیاد، و اثمارها و میوهایش زیاد، و التوسعه علی اهل، بر اهلش هر نوع توسع، هر نوع امکانات. پس به این خاطر میگویند بارکنا حولو. خدمت شما عرض کردم که با توجه به این که اکثر مفسران معتقدند که مراد سرزمین شام هست، پس این اشکال را چطور میکنید شما که نگاه میکنید از نظر جغرافیایی اصلا اثری از آبادی در این منطقه نیست، همش ریگستان، همش خشک، همش ریگستان گرم. بعضی معتقدند که شاید به مرور زمان این حالات آمده، این حوادث آمده و اینم میشه، ممکن است که به مرور زمان، چون بادها شما میدونید این بادها بالخصوص بادهای ریگستانی در یک مسیر همیشه شما نگاه کنید، مثلا فلان مسیر همیشه طوفانه. شما مسیر بم زاهدان تشریف بردید، همیشه باد شن، طوفان شن هست. گاهی اداره راه و ترابری توصیه میکنه که رانندگان نرند که اصلا دید نیست. اینطور مسیرها هست همیشه. این لوت کویر از شاید صدها سال که مردم بیادشون هست، این همین ریگستان بوده. اما یه زمانی بوده بعضی از این مناطق ریگستان نبوده. انسان که میره در همین مسیر بادها، زیر خاکها میبینه قلعه ها هست. یه زمان اینجا مردم زندگی میکردن. همین شهر سوخته که به طرف زابل شما میرید، الان آثارش اونجا هست. یه موزهی هم گذاشتند، از قبرها استخوانها را بیرون کردن. استخوانهای عمدتاً درشتی هستند. کاسه ها و ظرف هایی که اون زمان مردم میمردند
با اونها دفن کردن. بنده رفتم اونجا نگاه کردم، همون ظروفی که با اونها تو قبر گذاشتن الان قبر مصنوعی درست کردن، به همون شکل که استخوانها هست و ظرف هست و تو ظرفها حتی غذا بوده. اینا معتقد بودن که انسان، کسانی که اونجا کارشناسن میگفتن اینا معتقد بودن که انسان که از این دنیا میره یه دنیای دیگه اونجا هم نیاز به خورد و خوراک میشه، لذا خیلی از اشیاء گرانبهاشون را باشون دفن میکردن. لذا اینا قبرهایی که روشون را با شیشه پوشیده بودند نشون میدادن که اینجا اینها به این شکل تو قبرها گذاشته بودند، ظرف و ظروفشون بوده و خوراکی هایشون بوده. اینا مربوط به تقریبا 5000 سال پیشه، نوشتم بیش از 3000 سال پیش قبل از میلاد. اونایی که تخصص در آثار باستانی دارن، همین منطقه الان این قلعه هایشون، خانه هایشون، ظرف هایشون، زمین را که حفر میکنید تپه های از ریگ و از خاک هست، زیر اونها هست. معلوم میشه یک زمان اینجا خیلی مردم آباد بودند، هرچی که حفاری میکنی زیر فقط شهر تولید میشه، شهر کشف میشه. لذا الان اون منطقه هیچ که نمیتونه زندگی بکنه چون قطره آب نیست. اگر یه وقتی سیل بزرگی از افغانستان آبی آمد، همون نزدیکی ها هیچ، ولی یک زمان اینجا آبادترین جاها بوده و قلعه های در همین مسیر هست که معلوم میشه صاحب قلعه جوی داشته، جوهای هنوز آثار جو از همون قدیم است، هیچ نمیدونیم این آب از کجا بوده. اصلا اینجا جای آب نیست، ولی آثاری که شما برید شما میبینید که یک زمانی اینجا مردم زندگی میکردند و خیلی آباد بودند، به اندازه‌ای که اینجا جوی آب داشتند و کشاورزی داشتند و زندگی خوبی داشتند. ولی الان امکانات بیشتره، الان اگر مردم نفوسم بیشتره و جای زندگی بود حتما دولت اونجا یک شهرکی می ساخت، چون ممکن نیست، آب نیست. بنابراین بعضی مفسرین همین نوشتن که در طول قرنها خاصیت اصلا زمین و سرزمین عوض میشه، اصلا مسیر باد عوض میشه. الان این مسیر ریگستان است، الان این مسیر بیابان است، الان این مسیر خشک و خالی و بی آب و علف است. حتما اون زمان اونایی که معتقدن مراد از قرا قریه شام، حتما اون زمان همهش اینجا باغ بوده، آبادی بوده. اما بعضی از مفسرین جدید با توجه به این شرایط که میبینه اصلا اینجا آبادی در این سالها و قرنها نبوده، میگن شاید مراد از قرى التي بارکنا فیها قریه های اطراف مسقط که از اونجا به مسیر مسقط هم راه است، این قسمت مناطق آبادی بودند و باغاتی بودند، شاید اینجا مراد است، والله اعلم. خلاصه هر جا مراد است، چه شام مراده چه مسقط مراده، معلوم میشه که از همین جا که ملک سبا بوده تا اونجا همش باغ بوده، یعنی از این شهر به اون شهر همش چی بوده؟ آبادی بوده. لذا الله می فرماید وجعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها، بین آنان و بین قریه هایی که برکت دادیم، قرآن ظاهره، قریه های ظاهر یعنی آباد مناسب سیر، و قدرنا قریه های ظاهر یعنی سر راه آباد ما داشتیم، و قدرنا فیها السیر، سیر را هم مقدر کرده بودیم یعنی به اندازه. چطور؟ سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین، ای مردم سیر کنید شبها روزها ایمن، چون که هیچ بیابانی نیست خطری باشد، همش شهره، همش آبادیه، همش عرض کنم که مردم هست. اما اون مردم بیچاره سبا چگونه ناسپاسی کردن؟ فقالوا ربنا باعد، بار الها دوری بیفکن، دوری بنداز، بین اسفارنا، بین سفرهای ما، از این سفر از این شهر به اون شهر میریم دور بشه مسیر تا خوب گرسنه بشیم، خوب تشنه بشیم، خوب خسته بشیم.
و ظلموا انفسهم. الله میفرما با این حرفایشون بر خود ظلم کردند، بر خود ستم کردند. فجعلناهم احادیث، حال ما اونها را افسانه قرار دادیم، یعنی اونها را نابود کردیم. امروز به عنوان یک داستان و یک افسانه که خوب از احوالشون خبر هم نداریم از اونها یاد میکنیم. لذا الله می فرماید که فقالوا فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق، ما آنها را افسانه و سخن پیشین قرار دادیم و ما آنها را تکه تکه کردیم، کل ممزق، تکه های کامل. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. همانا در این داستانها، در این جریانات، در این واقعاتی که قرآن بیان می کند یک نشانی نه آیات، نشانات زیادی هست. لکل صبار شکور، برای هر انسانی که صبار و شکور باشد. صبار بنویسید به وقت مصیبت، شکور به وقت نعمت. هر انسانی که به وقت مصیبت صبر می کند و به وقت نعمت شکر می کند. الله عزوجل چنین بنده را دوست داره. اگر برایش مشکلاتی پیش آمد صبور باشد، اگر برایش نعمتی الله عزوجل عطا کرد شکور باشد، شکرگزار باشد، قدردان باشد. در روایتی داریم رسول مکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید امر مؤمن عجیب است، بسیار جالب و زیباست. الله برایش مشکلی پیش می آورد، صبر میکنه، اجر بهش میرسه. الله بهش نعمتی میده، شکر میکند، هم اجر میرسد. یعنی مؤمن اونه که چنان رفتار بکند که به وقت مصیبت هم اجر حاصل بکند، به وقت نعمت هم اجر حاصل بکند. ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه. الله عزوجل می فرماید ابلیس ظن خودش را در حق اونها صادق کرد. ابلیس ظنش چی بود؟ چه گمانی داشت؟ چه نیت و اراده داشت؟ دو چیز در قرآن ما خواندیم. یکی اینکه ابلیس وقتی که رانده شد به خدای عزوجل گفت ولا تجد اکثرهم شاکرین. ظن ابلیسیه ولا تجد اکثرهم شاکرین، بار اله اکثر اینها را سپاسگزار و شاکر نمی بینی و نمی یابی، چنانچه اینها را ناشاکر کرد. این همه نعمت، این همه میوه، این همه باغ، این همه درخت، لایق این همون شورگز بود، اون نصیبشون شد. و بعضی میگن که صدق علیهم ابلیس ظنه، اشاره به اون آیه است که لاحتنکن ذریته، ذریه این آدم من ریشهشون را میزنم. ریشهشون را زد، دیگه به عذاب خدا گرفتار شدن. پس صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه، این سبایی ها از او پیروی کردند. الا فریقا من المؤمنین، مگر گروهی از اهل ایمان. و ما کان له علیهم من سلطان، نیست برای ابلیس بر انسانها هیچ نوع تسلطی. یعنی شیطان و ابلیس که انسان را گمراه میکنه اصل تسلطی ندارد، فقط او فریبنده هست، فقط اون وسوسه ایجاد میکنه، دیگه قدرتی ندارد که شیطان شما بخواهید بر ایمان و هدایت باشی شیطان بزور بیاد و العیاذ بالله گمراه بکنه. نه. و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرة ممن هو فی شک، ممن هو منها فی شک، مگر اینکه شیطان کارش را میکند، فعالیتش را میکند تا ما مشخص کنیم، ما نمایان کنیم. علم به معنی ظهور قبلا خواندیم، ما نمایان کنیم، ظاهر کنیم. من یؤمن بالآخرة، چه کسی به آخرت ایمان دارد، یقین دارد و اذعان دارد، ممن هو منها فی شک، از اون انسانی که او درباره آخرت شک دارد. کی شک دارد، کی یقین دارد. لذا شیطان کسی را که وسوسه کند اون شک داره دیگه، اون باور نداره.
و ربک علی کل شیء حفیظ، هر چیز را رب حفاظت می کند، در دست شیطان نیست، در دست رب و رحمان است. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، این بخش دوم است، جواب شبهه از ملائکه. ملائکه هم قدرتی ندارند. الله می فرماید قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، بگو بخوانید آنانی را که می پندارید غیر از الله. زعمتم هم آلهه، اضافه کنید، شما می پنداری آنها خدا هستند به غیر از خدا. اونها را بخوانید. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات، آنها مالک یک ذره مثقال نیستند در آسمان ها، فرشتگان در آسمانند، ولا فی الارض، و نه در زمین. و ما لهم فیهما من شرک، نیست برای آنان هیچ نوع اشتراکی، هیچ نوع شراکتی در زمین و آسمان، نه در خلق زمین و آسمان اونا شریک خدا بودند العیاذ بالله، نه در تدبیر و تصرفات آسمان و زمین نقشی دارند. و ما لهم فیهما من شرک و ما له منهم من ظهیر، و نیست برای الله منهم از سوی اون شرکا هیچ نوع حمایت و پشتیبانی. یعنی اونها العیاذ بالله خدا را پشتیبانی نمی کنند، کمک نمی کنند، اونها خودشون عاجزند. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، این نفی شفاعت محبت هم هست. فرشتگان را می گفتن دختران خدا هستند، خب دختر شفاعت محبت میکنه. الله می فرماید که اینها نمیتوان نفع بدهند شفاعت را نزد او مگر برای کسی که خود الله اجازه بده. یعنی مفید شفاعتشون مفید نخواهد بود، به این معنی که اصلا شفاعت نخواهند کرد. حتی اذا فزع عن قلوبهم، حتی وقتی که اون فزع از دلهایشون برطرف میشه. ببینید قیامت یک فزعی دارد، یک وحشتی دارد که برای مؤمنین نیست. لا يحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه، چون ملائکه به استقبال مؤمنین میاند دلشون را قرص میکنند، میگویند که الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. پس مجرمین نه، دلشون دائما در حوله، در ترس. حتی اذا فزع عن قلوبهم، حتی وقتی که از دلهایشان فزع برطرف میشه، قالوا ماذا قال ربکم، اونا فکر میکنن خدا شاید به نفع اونها فیصله کرد، شاید خدا از معبودان و خدایان و شفعای اونا که باطل هستند چیزی تعریف کرد، ذکر کرد. لذا میگویند که ماذا قال ربکم، رب شما چی گفت؟ قالوا الحق، جوابش داده میشه میگه حق گفت، آنچه که گفت حق و مطابق واقع. و هو العلی الکبیر، اون ذات برتر است و بزرگتر است از همه موجودات. به هر حال پس خدایانی که شما میپرستید حتی شفاعت شما را نمیتونن پیش خدای عزوجل داشته باشد. حال دلیل عقلی توحید علی سبیل الاعتراف من الخصم. قل من یرزقکم من السماوات والارض، بگو چه ذاتی هست که شما را رزق میده از آسمان ها و زمین؟ قل الله، بگو فقط و فقط الله است. و انا او ایاکم لعلی هدى او فی ضلال مبین، همانا ما یا شما یکی از ما بر هدایتیم و یکی از ما بر ضلال مبین. بررسی بکنید شما هستید یا ما. قل لا تسألون عما اجرمنا، شما باز خاص نمی شوید، سؤال نمی شوید از جرائم ما. ولا نسأل عما تعملون، ما هم سوال نمی شویم از اعمال شما، ما فقط وظیفه ما بلاغ است. لذا قل یجمع بیننا ربنا، اونا می گفتن جلوتر می آید متى هذا الوعد متى هذا الفتح،
این فیصله کی هست؟ این وعده کی هست؟ الله می فرماید قل یجمع بیننا ربنا، رب ما بین ما اجتماع می کند، یعنی ما را جمع می کند. ثم یفتح بیننا بالحق، سپس بین ما به حق فیصله می کند. و هو الفتاح العلیم، اون بهترین داور است. فتاح به معنی چی؟ فیصله کننده، داور. العلیم، همه چیز را می داند، بر اساس علم داوری می کند، نه بر اساس ظن گمان. قل ارونی الذین الحقتم به شرکا، به آنان بگو نشان بدهید به من، الذین آنانی که الحقتم به، آنها را ملحق کردید به خدا به عنوان شریک. شما میگی اینها هم شریک خدا هستند، العیاذ بالله. کلا، هرگز چنین نیست، خدا شریک ندارد. بل هو الله العزیز الحکیم، اون ذاتی هست، اون ذات الله هست، غالب هست و کارهایش مملو از حکمت است. و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا. اینجا بعد از موضوع توحید و دلائل عقلی على سبیل الاعتراف من الخاص، رب العالمین عمومیت بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیان می فرماید. ما نفرستادیم تو را ای حبیب، ای پیامبر، الا کافة للناس، مگر برای همه مردم. یعنی کافه، کامل، عموم بعثت برای همه مردم. بشیرا و نذیرا، به عنوان مژده دهنده و به عنوان بیم دهنده. اما ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدانند که چنین میگویند. و یقولون متى هذا الوعد، این زجر توبیخ است بر ناسپاسی و ناشاکریشان. به جای متذکر شدن، به جای ترسیدن که بترسن، میگن متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، این وعده کی خواهد بود اگر راست میگید؟ الله جواب میده قل لکم میعاد، بگو برای شما میعادی هست، شما صبر کنید، خودتون را نگه دارید. لکم میعاد یوم، میعاد روزی که لا تستأخرون عنه ساعتا، یک لحظه از اون میعاد شما تأخیر نمی کنید. ولا تستقدمون، و یک لحظه از اون میعاد هم جلوتر و نمی شوید، تقدیم نمی شوید. همون میعاد که بیاد عین میعاد، الله عزوجل شما را به کیفر اعمالتون میرسانه، شما را موت میده و روح شما را قبض میکنه. صدق الله العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.